بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت دانش آموزای عزیز، همراهان گرامی. بچه همینطور که از شکل مشخصه، ما امروز میخوایم قشای یافته‌ای و نکاتش رو با هم بررسی کنیم، نکات شکلش رو به ویژه، و سری میریم سر اصل مطلب و نکاتش. فرابرترین مولکول در قشای یافته‌ای بچه‌ها همینطور که تو شکل هم تابلو هستش فسفولیپیدها هستن. کوچکترین کلسترول ها، بزرگترین و سنگین‌ترین مولکول پروتئین ها هستن. خارجی ترین و منشعب‌ترین هم کربوهیدرات هستن. در مورد کربوهیدرات ها با درس کنم که منشعبن، متنوع هستن، شکلشون با هم فرق میکنه، فقط در سطح خارجی وجود دارن بچه‌ها، فقط و فقط در سطح خارجی وجود دارن و در سطح داخلی شما کربوهیدراتی مشاهده نمی‌کنین. کربوهیدرات با کلسترول ارتباطی ندارن و به هیچ کلسترولی وصل نشدن. کربوهیدرات بیشتر به پروتئین متصلن تا فسفولیپیدها. همونطور که تو شکل هم مشخصه، اگه شما بخواید بشمارین، ما 4 تا کربوهیدرات می‌بینیم که از این 4 تا 3 تاش به پروتئین متصل شده. به همین دلیله که میگیم بیشتر به پروتئین‌ها متصلن تا فسفولیپیدها. در مورد کلسترول هم باید عرض کنم که کلسترول میتونن در هر دو لایه فسفولیپیدی غشا حضور داشته باشن، هم در لایه بیرونی و هم در لایه درونی. فقط نکته که مهمه بچه‌ها، نمیتونه همزمان هم در لایه بیرونی باشه و هم در لایه درونی. در قسمت هایی هم که بچه‌ها کلسترول وجود داره، ما فسفولیپید نمیبینیم. اگه شما به شکل توجه کنید، در قسمت هایی که کلسترول هستش در روبروش فسفولیپیدی شما مشاهده نمی کنید. در حد واصل 2 تا پروتئین قشایی تعداد کلسترول ها با هم برابر نیست. شما بین 2 تا پروتئینی که تو شکل بزرگترن 3 تا کلسترول می‌بینید و بین یه پروتئین بزرگتر و یه پروتئینی که کوچکتر به نظر میاد در سمت چپ شکل یک کلسترول می‌بینید. یه نکته دیگه هم هستش که بچه، این جمله که من براتون میخونم و میگم، این جمله اشتباهیه. همه مولکول‌های غشا به طور قطع با فسفولیپیدها در تماسن. که این جمله اشتباهه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم، به جز برخی از کربوهیدرات‌ها دیگه، چون برخی از کربوهیدرات‌ها به پروتئین متصلن و به فسفولیپید متصل نیستن و ارتباطی هم ندارن.